فکر کردی اگه کشورهای مسلمون ناتوی خودشون رو بسازن چی میشه؟ قبلا شاید خیال پردازی به نظر میرسید، ولی الان نه. بعد از حملات اسرائیل به قطر، عربستان و پاکستان یه پیمان دفاعی تاریخی بستن که میگه حمله به یکی یعنی حمله به هر دو، دقیقاً مثل ماده 5 ناتو. خیلیا میگن این همون شروع ناتوی اسلامیه. حالا تصور کن بقیه کشورهای مسلمون هم بهش بپیوندن، چی میشه؟ عربستان پول داره، پاکستان بمب اتم داره، ترکیه پهپادهای پیشرفته و کشورهایی مثل ایران، مصر و اندونزی نیروی انسانی و موقعیت استراتژیک. با هم میتونن مهمترین مسیرهای تجاری دنیا رو کنترل کنن: کانال سوئز، تنگه هرمز، باب المندب، بوسفور و مالاکا. بدون اینا تجارت جهانی تقریباً فلجه. 65% نفت دنیا و 45% گاز جهان زیر دستشونه و یه ارتش با بیش از 6 میلیون نیرو، 2 برابر ناتوی الان. ولی سوال اصلی اینه: آیا همچین اتحادی واقعاً ممکنه؟